در ولایت ارنبورگ روسیه تفتیش پرونده جنایتی یک شهروند 31 ساله تاجیکستان به پایان رسانیده شد. این مهاجر تاجیک به دزدی پول و آتش زدن دو حجره در کلیسای صوبه های مقدس پیوتر و پاول کلیسای پروسلاوی روسیه در نوترویسک عیبدار می شود. این پرونده برای تصدیق فکر عیبدارکنی اولا در دست دادستانی قرار دارد و سپس برای بررسی به دادگاه سپرده می شود. به شهروند تاجیکستان برای دزدی تا 6 سال زندان و برای آتش زدن بنای کلیسا 2 سال دیگر زندان تهدید می کند. خود مهاجر تاجیک برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات او در این کلیسا به ترمیم یا رستوراسیون زینه‌پایه ها مشغول بود و تصادفاً خبر یافت است که پولهای کلیسا را در کجا نگاه می‌دارند. گمان به شونده یک شب با کمک اتویار که در اجره کلیسا را گشوده 58,000 روبل یا حدود $900 را دزدیده و سپس برای پوشاندن ایز جنایت 2 حجره کلیسا را آتش زده است. بعد این او به ارنبورگ و از آنجا به مسکو رفته است، ولی کارمندان پلیس او را در پایتخت روسیه دستگیر کرده به ارنبورگ آوردند. تشخیص مبلغ ضرر به کلیسا رسانیده شده را در نتیجه عملهای این مهاجر تاجیک بیش از 1 میلیون روبل یا تقریبا $17,000 برآورد کرده است. گفته می شود که مهاجر تاجیک هنگام بازداشتش گناه را به گردن گرفت، ولی در جریان تفتیشات پیشکی از بیانات قبلیش دست کشید. تفتیشات میگوید با این وجود دلیل‌های کافی جمع آورده است که دست داشتن گمان بر شونده در حادثه دزدی پول و آتش زدن کلیسا را ثابت می‌کند.